با این خبر تکون دهنده مواجه شدیم که فرزاد کمانگر، کسی که ماه‌ها براش کمپین بین‌المللی وجود داشت برای اینکه حکم اعدامش متوقف بشه، به خاطر اینکه هیچ سند و مدرکی توی پروندهش نبود مبنی بر اینکه هیچ سابقه مسلحانه‌ای داشته باشه و یک معلم کرد بود که بارها از درون زندان نامه نوشته بود با شاگردای خودش و با مردم خودش صحبت کرده بود و کمپینی براش وجود داشت به همراه 4 زندانی سیاسی کرد دیگه. و خب این خبر خیلی تکون دهنده بود و تصمیم گرفتیم که همه به صورت خودجوش بیایم جلوی سفارت ایران و اعتراضمون رو به این در واقع وقاحتی که باعث میشه یه حکومتی بتونه اینجوری بدون هیچ خبری به وکیل متهمین و بدون هیچ تماسی با خانواده‌شون اونها رو اعدام کنه. امروز جلو سفارت پلیس جانبرکف فرانسه همه ما رو دستگیر کرده و ما الان با گارد ویژه تو ماشین پلیس تو شانزلیزه ایم. البته نمی‌دونم نیاوردن بگردونن، دارن میبرن احتمالاً پلیس میاد 20 ماشین ایرانی و جالبیش اینه که ماشینای ایرانی‌ها هنوز پوستراشون رو پشت شیشه چسبوندن و تو شمال شانزلیزه تو ماشین پلیس هم پوسترها هستش و می‌بینید الان ماشین جلویی رو اگه دقت کنید عکسای شهدای امروز بهش هست و خوب دقت کنید ماشین جلو ما الان کنکوردیم.